با نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز یکشنبه 16 ماه قوس سال 1393 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 7 ماه دسامبر سال 2014 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. تسلیم دهی معاون رهبر طالبان پاکستانی به اسلام آباد، فرستاده شدن بخشی از پول معارف ولایت زابل به طالبان، منجمد شدن دارایی‌های 8 تن از سهامداران کابل بانک و نگرانی‌ها از ادامه اعتراضات ضد حکومتی در پاکستان. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. فرد شماره دوم طالبان پاکستانی به اسلام آباد سپرده شد. رسانه‌های پاکستانی از زبان برخی از منابع حکومت پاکستان نگاشتند که حکومت افغانستان لطیف محسود معاون حکیم الله محسود رهبر پیشین طالبان پاکستانی را همراه با 3 طالب دیگر به پاکستان سپرده است. اما ریاست جمهوری میگوید که لطیف محسود در بازداشت دولت افغانستان نبوده است و دولت افغانستان سرگرم گردآوری اطلاعات در این باره است. در این حال نیروهای آمریکایی در افغانستان میگویند که دیروز 3 زندانی طالب پاکستانی را رها کردند و دولت افغانستان در این زمینه نقش نداشته است. نیروهای آمریکایی از این 3 طالب زندانی نام نمیگیرد. مهره کلیدی طالبان پاکستانی از چنگ افغانستان بیرون شد و اکنون در زیر سقف اسلام آباد به سر میبرد. این خبر را برخی از منابع حکومت پاکستان همگانی ساختند. احتمال می رود که سپردن این فرمانده بلندپایه طالبان پاکستانی بخش از توافقاتی بوده است که میان کابل و اسلام آباد انجام شده است. حکیم الله ټیم کې پورا جنگی کمانډر دی و دا ټول اپریشن به چې کېدی یا به څه کېدل یا جنګونه به کېدل یا به ټیکونه کېدل د دې دی مشر و یو شانته حکیم الله خو به بس ځان پټ کړی و د ډرون نه یو شي نه بل شي نه خو ټول سیستم به لطیف الله مسعود چلولو دا ډېر اهم کمانډر و. اما ریاست جمهوری میگوید که در تلاش گردآوری اطلاعات در این باره هستند. که شما نامش گرفتین اینا کسایی هستند که در تحت بازداشت حکومت جمهوری اسلامی افغانستان نبوده و ما فعلا مصرف جمهوری معلومات در مورد این موضوع است. اما نیروهای آمریکایی در افغانستان سپردن این مقام بلندپایه طالبان پاکستانی را تایید می کنند. در یک خبرنامه نیروهای آمریکایی آمده است که به نمایندگی از دولت آمریکا روز گذشته ما 3 زندانی پاکستانی را به دنبال مشوره‌های متداوم میان آمریکا و پاکستان و پس از گرفتن اطمینان مناسب به دولت پاکستان سپردیم. لطیف محسود پس از بازداشت از سوی سربازان آمریکایی زندانی شده بود. محسود از مغزهای متفکر طالبان پاکستانی بود که بیشتر مأمور عملی ساختن برنامه‌های این گروه در بخش‌های از افغانستان بود. عملیات‌ها را طرح ریزی می‌کرد و راه‌های عملی سازی آن را هموار می‌ساخت. با این همه اظهارات وجود دارند که رابطه افغانستان با پاکستان میتواند در برخورد با طالبان اثرگذار باشد. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی با تاکید بر این مطلب افغانستان را یک محیط چالش برانگیز میداند، اما میگوید که هیچگاه دستاوردهای 13 سال گذشته صدمه نخواهد